ویدیوهایی که واقعا نگران کننده است. در سال 2016 بازی پلی آف تو یکی از استادیوم‌های آلمان برگزار میشه. هوادارا با بالا و پایین پریدن برد تیمشون رو جشن میگرفتن، اما این کارشون باعث میشد استادیوم به لرزه بیفته. من اگه اونجا بودم به جای شادی کردن فوراً از اونجا میزدم بیرون. وقتی بار اول اینو دیدم فکر کردم صبونه یه بچه است، اما این آدمایین که توی یه استخر موج یکی از پارک‌های چین هستن. فقط تصور کنی که در حال حاضر چند نفر دارن همزمان توی این آب ادرار میکنن. اصلا همه اینو به کنار، اگه کسی زیر جمعیت بره و غرق بشه از کجا میشه فهمید؟ این مکانی توی کاناداست که بهش سوراخ شیطان میگن، یه گرداب گولپیکر که همه چی رو میتونه به داخل خودش بکشه. این مردی که ویدیو میگیره داره نزدیک لبه حرکت میکنه، احتمالش زیاده که نتونه قایقو کنترل کنه و وارد این گردابه بشه. این ترند واقعا باعث استرس مردم شد. مردم گوشی‌هاشون رو نزدیک جای خطرناک میکردن و نگهش میداشتن.